هرگز پولدار نمیشی اگر این 10 اصل رو ندونی و دهمی از همشون مهمتره. 1. همیشه اول پسنداز کن بعد خرج کن. 2. وقتی همه میخرن تو بفروش. 3. وقتی همه میفروشن تو بخر. 4. یه کارت بانکی استرالی مجزا بذار کنار، ماهیانه یه مبلغی توش واریز کن برای روز مبادات. 5. از آدمی که پولدار نیست هیچ وقت مشورت مالی نگیر. 6. موفقیت مالی اتفاقی نیست بلکه حاصل قدم‌های کوچیک و عادت‌های منظم و درست روزانه است. 7. ریسک نکردن خودش یک ریسک بزرگه. آدمایی که از نقطه امن خودشون خارج نمیشن به موفقیت مالی کلان هم هیچ وقت نخواهند رسید. 8. دنبال سود سری نباش بلکه درآمد پایدار بساز. 9. مهم نیست چقدر پول در میاری، مهم اینه که چقدر پول میتونی نگه داری. آدمای زیادی من پیام میدن که آقا درآمد من خیلی زیاده ولی نمیتونم پول نگه دارم. و 10 که از همه‌شون مهمتره، روی خود سرمایه گذاری کن. سواد مالی یاد بگیر. سواد مالی سواد قرن جدیده. اینایی که گفتم رو 3 بار ببین، بفرست برای بهترین عزیزانت. توی پیجم حرفایی میزنم که حال مالیت رو خوب میکنه. دوست داشتی بقیه پستم رو ببین، حال کردی پیج رو داشته باش.